من فکر میکنم که همین همزیستی مذهب حنفی با رویه اسماعیلی در تاجیکستان در جهان بی‌نظیر است. در جهان بی‌نظیر است. زیرا ما نگاه ملی داریم، نگاه انسانی داریم، نگاه معاصر دنیوی داریم. امام حنفی از پیر اسماعیلی اقتباس میاره در تربیه انسان. چرا چنین میگه؟ چون که در نظر ما ناصر خسرو یک بزرگ ملت است، یک متفکر تاجیک است. بنابراین ما با انسان تفاوت مذهبی نمیگذاریم. همه سرود دوست داشته ما چکچک بارانی بهار است. گروه های افراطگرایی همزیستی مذهبی را قبول ندارند و در تاجیکستان که یک جامعه دنیوی و دموکراتی است، ولی به هر حال یک بخشی اهالی ما پیروی مذهب اسماعیلی است و مذهب اسماعیلی را اونها حکم‌های بسیار شدید دارند. بنابراین وارد شدن اینا به جامعه باعث میشه که یک قشر مردم را حکم دیگر دهند و یک قشر مردم با قشر دیگر در اختلاف باشه، در حالی که مردم اسماعیلی تاجیکستان جزئی ترکیبی ملت ما، جزئی ترکیبی تاریخ ما و جزئی ترکیبی فرهنگ و هویت ما هستند. از این رو آمدن نظرهایی که ما را در اختلاف با هم دیگر قرار میدهد به وحدت ملی ضربه میزند و همزیستی مذهبی و ملی را میشکند. زیرا ما در اینجا سیر همین موفقیت ما در چیست؟ زیرا در تاجیکستان این من بسیار کشورهای اسلامی را هم رفتم، هم دیدم، هم آموختم. من فکر میکنم که همین همزیستی مذهب حنفی با رویه اسماعیلی در تاجیکستان در جهان بی‌نظیر است. در جهان بی‌نظیر است. زیرا ما یگان وقت به همین مردم اسماعیلی همچون نماینده مذهب نگاه نمیکنیم. ما نگاه ملی داریم، نگاه انسانی داریم، نگاه معاصر دنیوی داریم. مثلا بسیار آدمای اسماعیلی همراه ما کار میکنن، ما در 10 سال نمیفهمیم که همین اسماعیلی است یا نیست، چون که ما نگاه مذهبی نداریم به انسان. ما به انسان نگاه انسانی، ملی، معاصر، دنیوی داریم و این خیلی مهم است. مثلا ما ببینید در تمام فرهنگ ما همین خیلی است. ما مثلا وقتی که درباره حکیم ناصر خسرو گپ میزنیم، مثلا ناصر خسرو یکی از بزرگان مذهب اسماعیلی، پیری مذهب اسماعیلی، پیری مذهب اسماعیلی، نیمی همین مذهب اسماعیلی بینه در وصف همین ناصر خسرو، شاه ناصر. ولی وقتی ناصر خسرو ما میخوانیم ما چه میکنیم؟ ما هرگز نمیگیم که یکم پیر اسماعیلی است، ما میگیم که یکی از متفکران بزرگ تاجیک است، این یکی از حکیمان بزرگ تاجیک است، این شاعر بزرگ تاجیک است. این در عقلانی شدن ادبیات ما، در رشد ادبیات ما، در رشد زبانی ما سهم بزرگ داشته. او یکی از ستونهای هویت ما است ناصر خسرو. ما هرگز نگاه مذهبی به او نداریم. اینا بیاید حتی علمای دینی ما در همین منبر نماز جمعهش و دملای حنفی میبرم، اگر فرض کنیم یک نفر نصیحت کند، یک نفر مغرور میگه که روز ز سر سنگ عقاب به هوا خواست، این شعر هست، از بحر طمع بال و پری خویش بیاراست. همین شعر میخواند از ناصر خسرو، امام حنفی از پیر اسماعیلی اقتباس میاره در تربیه انسان. چرا چنین میگه؟ چون که در نظر ما ناصر خسرو یک بزرگ ملت است، یک متفکر تاجیک است. بنابراین ما با انسان تفاوت مذهبی نمیگذاریم. همه سرود دوست داشته ما چکچک بارانی بهار است. ما اصلا فکر نمیکنیم که مؤلفش کدام مذهب است، یا که حوزی مشهور چی است؟ ای مکبوتر نه؟ همه تو میخونی از، یعنی ما نگاه نمیکنیم. ما میگیم این پرودوکت فرهنگ ما است، این جزء از تمدن ما است، این سرود دوست داشته ما است.
ما نمیگیم که کی اسماعیلی است کی حنفی است. همین نگاه انسانی رو نگاه داشتن مهم است. همین نگاه دنیوی فرهنگی تمدنی به انسان رو نگاه داشتن مهم است. ولی اگر گروه افراطی غالب شود و مجبور کنه که ما به انسان بگیم که این مذهب تو دور شو تو نزدیک شو، حالا که ما تقسیم میشیم، ملت تقسیم میشد، پاره میشد. همین خطر دیگر چی گفتم؟ یعنی که وحدت ملی ما رو میشکند، یک نیمی ملت ما رو پاره میکند و بسیار خطرناک است. این مسجدی که دیروز کفاندن در پاکستان چرا میکفانند؟ حاضر گفتم در اول چون میگه این پیروی مذهب دیگر مسجد شمی ترک کنم و همین در تمام جهان اسلام است. خوشبختانه سرزمین به برکت همین وحدت و چیزایی که گفتیم فرهنگی که هست از همین چیزا امین است.